سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم دویم ماه تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دادستانی کل به تحقیق ویدیوی لطکوب یک نورس از سوی کمیسر حربی نویه 5 آغاز کرده است. نگرانی شیگو، اطمینان طالبان و یک بار دو حمله به خاک تاجیکستان از افغانستان. پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو به تاجیکستان آمد و با رستم امامعلی و امامعلی رحمان وا خورد. گرسنه‌نشینی زنان تاجیک در زندان عراق. حبس دو جوان از اسپیچک برای بددهانی نسبت به دختران رهگذر. با 3 نفر، یک مرد و یک نورس در پایتخت و یک کودک در قبادیان غرق شدند. و اکنون تفصیلات خبرها. مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان روز 1 ماه سال 2023 با نشر یک اطلاع کوتاه تحت عنوان اوید به حادثه لطکوب جوان پسر در نویه 5 خبر داد که پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان نوارهای در بیمارخانه بستری شدن جوانی را که از جانب شخص نامعلوم مورد لطکوب قرار گرفته است مورد سنجش قرار داده. وابسته به حالت مذکور پرونده جنایتی آغاز نمود. تفتیشات ادامه دارد. دادستانی کل در این باره تفصیلات از این بیشتر نداده است. هفته گذشته نزدیکان سنت اینگاموف، یک نورس 17 ساله از نویه 5 با نشر ویدیوها از بیمارستان کمیسر حربی نویه 5 فطرت رحمانزاده را به بازداشت این نورس بارای ابلاغ و لطکوب بیرحمانه او در حجره کاریش عیبدار کردند و به دادخواهی به دادستانی کل جمهوری یوسف رحمان مراجعت کردند. نزدیکان سنت میگویند که مقامات محلی میخواهند این قضیه را پنهان و کمیسر حربی را از جوابگری جنایتی برای اعمال ضد قانونیش خلاص کنند. تقوی جبر دیدن نعمت الله بابازاده در صحبت تلفنی به فرج گفت از دیروز باز در بیمارخانه هستند. جانم پس از درس در یک نقطه شستشوی نقلیاتی ماشینشویی میکرد. بگوی 24 اپریل کمیسر حربی نویه 5 رحمانزاده فطرت جیان نوبالغم را که سال تولدش 2006 است طریق مجبوری به کمیسریت حربی برده در اتاق کاریش چنان زد است که معاینه سرش بیجا شده، پرده های گوشهایش دریدند. از آن روز تا حال در وزنین خانه قرار دارد. از پروکراتور گارنیزون ولایت بیانات های همه اشتراکداران را گرفتند، اما اکسپرتیز استوری تا حال شناسبازی کرده خلاصه نداده است. خود کمیسر تا حال یگان مرتبه از حالش خبر نگرفته است، گفت بابازاده. سردختور بیمارخانه مرکزی نویه 5 محمدی سمیف در تماس تلفنی وجود چنین بیمار در بیمارخانه را تصدیق و رد نکرد، اما گفت بیمار وزنین ندارند و تنها از نزدیک میتواند صحبت کند. نظر کمیسر حربی نویه 5 رحمانزاده فطرت به شکایت مذکور معلوم نیست. با یک زنگ تلفنی از کمیسریت حربی گفتند که از قضیه بیخبرند و خود کمیسر به دوشنبه رفته است. ادعای لطکوب شدن نابالغ در نویه 5 از جانب کمیسر حربی در حالی است که چند روز قبل نوار تحقیر و لطکوب چند نوسکر در یک قسم حربی در ولایت سوخت به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و جامعه را نگران کرد. مقامات پروکراتور اطلاع دادند که در پی حادثه مذکور 5 سرباز و نوزد لزوریف سردار کمانداتور یکم وارخ قسم نظامی وابسته به نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی را بازداشت کردند. یک گروه زنان محبوس تاجیک در زندان زنانه روسافه در شهر بغداد پایتخت عراق از روز 24 اپریل سال 2023 به نشان اعتراض به اتهامات ساخته و مجازات ناعادلانه و با طلب آزادی اعلان گرسنه‌نشینی کردند. اینا اکثرا اهل خانواده‌های جمعجان تاجیک سازمان‌های افراطی اساساً داعش میباشند که در پی سرکوب شدن خلافت اسلامی که داعش در سرزمین اشغال شدهش در عراق و سوریه تأسیس داده بود از سوی مقامات امنیتی عراق دستگیر شدند. در ثبت ویدیویی که تازه روز 2 ماه به دست اداره پایگاه خبری بامداد رسید، دست کم 8 زن برقع و نقاب بر تن و رو در روبروی دوربین ویدیو کامراها حاضر شدند و یکی از آنها متن مراجعتشان را قرائت میکند. به گفته این زن آنها همه شهروندان تاجیکستان بوده در زندان زنانه روسافه در شهر بغداد نگاه داشته میشوند. آنها میگویند مقامات عراق با فریب و فشار و تحقیر از زنانی که
از کشورهای گوناگون می باشند بیانات اعتراف به دست آورده همه آنها را با اتهامات بی اساس با جرم تروریسم محکوم به سالهای طولانی زندان کردند. صرف نظر از آن که ما در عملیات جنگی و در جنگ اشتراک نکردیم، در حال حاضر ما در محبس قرار داریم و در اینجا ما از امکان دیدن فرزندان و خویش و تبار و دوستان و از نگاه بین طبیبان محرومیم. به این دلیل به بیماری‌های وزنین دچار شدیم و در نتیجه مناسبت بی احتیاطانه در این محبس شماره زیاد زنان و کودکان مردند. تاکید میکند سخنگوی زنان اعتراضگر. به حساب مقامات تاجیکستان در میانه‌های دهه دوم عصر 21 در سالهای اوج تبلیغات امیسرهای سازمان‌های تندرو در خاور میانه بیش از 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان از جمله 10 نفر آنها خانه‌خیز یعنی همراه با زنان و فرزندان و حتی پدر و مادران پیرشان به سوریه و عراق رفته به صف این گروه‌های جنگجو اساساً به صف داعش پیوستند. در جریان سرکوب نیروهای داعش و از دست آنها پس گرفتن قسمت بزرگ قلمرو به نام خلافت اسلامی که جنگجویان در سوریه و عراق تأسیس داده بودند، به حساب مقامات تاجیکستان بیش از 500 نفر از جنگجویان تاجیک کشته شده. قسمت دیگر از آنها از خاور میانه رو به گریز آوردند. به مقامات دیپلماتی تاجیکستان اساساً به سفیر تاجیکستان در کویت زبیدالله زبیدزاده میسر شد که سال 2017 89 کودک تاجیک را از عراق و ماه ایول سال 2022 باز 146 زن و کودک تاجیک را از سوریه به وطن برگرداند. ولی در عموم به وطن برگرداندن بخصوص همسران جنگجویان تاجیک به مشکلی صورت میگیرد، چون که در عراق 10 نفر آنها با جرم مساعدت به فعالیت‌های تروریستی محکوم به سالهای طولانی زندان و چند زن تاجیک و ازبک تا محکوم به زندان عمرباد شدند. در نشست وزیران مدافع کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای که 28 اپریل سال 2023 در شهر دهلی نو در هندوستان برگزار شد، سرگئی شویگو وزیر مدافع روسیه از نفوذ پیدا کردن کشورهای عضو ناتو در منطقه آسیای میانه اظهار نگرانی کرده و گفت روسیه در پاسخ به این چالش پایگاه‌هایش در تاجیکستان و قرقیزستان را باز هم پرزورتر می‌کند. بنا به گفته این منصبدار روس، گویا امریکا و همپیمان‌هایش با بهانه کمک در مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم تلاش کرده ایستادند تا حضور نظامی خود را در آسیای میانه برقرار کنند. ولی شویگو برای اثبات گفته‌های خود یگان دلیل مشخصی را پیش نآورد. و گفته شویگو روسیه وادار شده است تا در پس منظر این تلاش‌های امریکا و ناتو سطح آمادگی جنگی پایگاه‌های نظامی خود را در کشورهای منطقه تقویت بدهد. او در هندوستان ابراز داشت که از جانب خود آمادگی جنگی پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان اینچنین دیگر پایگاه‌های دخلدار را به ضد تهدیدهای احتمالی پرزور می‌کنیم. همچنین شویگو علاوه نمود که درخواست‌ها به کشورهای منطقه را درباره جایگیرکنی زیربناهای نظامی را تهدید مستقیم به ثبات کشورهای عضو سازمان شانگهای ارزیابی می‌کنم. از این گذشته وزیر مدافع روسیه از نفوذ پیدا کردن گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان نیز اظهار تشویش کرد. وضعیت در منطقه آسیای میانه در آینده احتمال رو به متشنج‌شوی دارد. زمینه آن را گروه‌های تندرو سرشمار در افغانستان گذاشته ایستادند. این گروه‌های تندرو امروزها در افغانستان ریشه گرفته و در آینده برای تبلیغ غایه‌های خود وارد کشورهای همسایه و همین طور در پهنای سازمان شانگهای میشوند، اظهار داشته است وزیر مدافع روسیه. شویگو بازم بدون آوردن کدام دلیل مشخص در دهلی نو گفت احتمال ورود گروه‌های تندرو و سازمان‌های تروریستی مثل داعش، القاعده، حرکت اسلامی ازبکستان و حرکت اسلامی ترکستان شرقی از خاک افغانستان به کشورهای هممرز آن رو به افزایش دارد. ولی در این حال حرکت تندرو طالبان که از ماه آگوست سال 2021 رهبری افغانستان را در دست خود دارد، در یک بیانیه اظهارات وزیر مدافع روسیه در مورد افزایش تهدید گروه‌های افراطی از افغانستان به کشورهای منطقه را رد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در این بیانیه ادعا کرده است که شماری از رویدادهایی که در این اخیر موجب ناامنی در افغانستان شده توسط برخی از کشورهای منطقه انجام داده شده است. همچنین ذبیح الله مجاهد تاکید می‌کند که حکومت‌های کشورهای منطقه باید
مسئولیت خود را ادا کنند. اشاره سخنگوی طالبان ظاهراً به جنگجویان از تاجیکستان است که اخیراً چندین تاجیکستانی از سوی رژیم طالبان به انجام حمله‌های مرگ طلبانه در مسجدهای شیعه و همین طور در سوءقصد به جان والی ولایت بلخ ایبدار کرده شدند. تا این دم نیز روسیه بارها از وجود داشتن شماره زیاد جنگجویان زاده کشورهای آسیای میانه در مرز افغانستان با تاجیکستان خبر داده بود و حتی احتمال حمله طالبان به تاجیکستان را نیز تاکید نموده بودند. ولی کارشناسان بر این نظرند که روسیه ظاهراً با بزرگ نشان دادن تعدید حمله جنگجویان از آن سوی آمو و پنج می‌خواهد کشورهای آسیا میانه به خصوص تاجیکستان را ترساند و به این راه به هدف‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی خود برسد. باید خاطر نشان نمود که روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان پایگاه‌های نظامی دارد. یک نکته جالب توجه این است که بعد سخنرانی شایگو در نشست سازمان شانگهای از خاک افغانستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک باره دو گروه مسلح عبور کردند. در عملیات ضد یکی از این گروه‌ها در دره یزگولام دو جنگجو کشته شد، ولی در زدخورد دیگر در مرز شغنان با ولایت مختار کوهستان بدخشان پلکونیک کامران رجبزاده سردار شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در شهر خاروغ به هلاکت رسید. پرزیدنت فدراسیون بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو با نخستین سفر رسمی به تاجیکستان آمد. شب 2 ماه سال 2023 در فرودگاه دوشنبه رهبر فوتبال جهانی را رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان استقبال گرفته. طوری از عکس‌های زیاد نشر شده در صفحه فدراسیون برمی‌آید طبق رسم مهمان‌نوازی تاجیکی به مهمان بلندپایه جامعه زربافت و توقی چستی تاجیکی پوشاندند. پرزیدنت فیفا در چارچوب سفرش روز 2 ماه در دوشنبه در کنگره 8 اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی شرکت خواهد کرد. در این انجمن مراسم انتخاب رهبریت برای دوره نوی 4 ساله صورت میگیرد. نامزد یگانه به مقام پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان شهردار دوشنبه و رئیس مجلس ملی پالاتای بالای پارلمان تاجیکستان رستم امامعلی می باشد. صبح 2 ماه در دوشنبه ملاقات رستم امامعلی با جانی اینفانتینو دایر شد. بنا به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ملاقات گرم و دوستانه رئیسان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و فدراسیون بین المللی فوتبال دورنمای همکاری‌های من بعد رشد امروز و آینده فوتبال تاجیکستان را مفصل بررسی کردند. پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو به پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امامعلی برای استقبال صمیمی اظهار سپاس نموده به او در همه اقدام‌هایی که بر رشد فوتبال در تاجیکستان نگرانیده شدند کامیابی‌ها تمنا نمود. در دایره سفر رسمی پرزیدنت فیفا جانی اینفانتینو را پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز به حضور پذیرفت. قرار است به دنبال بازدید از تاجیکستان پرزیدنت فیفا از دو کشور دیگر منطقه قزاقستان و قرقیزستان نیز دیدن کند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 1 ماه با امضای چند فرمان و قرار در هیئت حکومتش چندین تغییرات کادری به عمل آورد. از جمله با فرمان پرزیدنت سفرزاده شریف خان به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه ورزوب آزاد کرده شده. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت با روزگی او به مقام معاون یکم رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده است. به جای شریف خان سفرزاده به مقام اجرا کننده وظیفه رئیس نویه ورزوب با فرمان دیگر پرزیدنت دمونزاده خسرو نظر علی تعیین شد. همچنین با فرمان پرزیدنت مجید مهتدی خیرالله به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه خوالینگ ولایت ختلان آزاد کرده شده. به جای او میرزازاده مظفر برهان اجرا کننده وظیفه رئیس نویه خوالینگ تعیین کرده شد. با قرار حکومت از 1 ماه مظفر میرزازاده به دلیل رئیس نویه تعیین شدنش از مقام معاون وزیر کشاورزی آزاد کرده شده است. اما درباره به کدام کار دیگر گذاشتن رئیس مکنون سابق نویه خوالینگ مهتدی مجیدی هنوز اطلاعی در دست نیست. در تاجیکستان تعیینات به اکثر منصب‌ها از رهبریت و اعضای حکومت تا رئیسان ولایت و شهر و نویه‌ها و حتی سرداران میلیس و بازرسی دولتی اتومبیلی
و سودیه‌ها با فرمان و قرارهای امضا کرده پرزیدنت امامعلی رحمان و یا با روزگی او صورت میگیرند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 1 می سال 2023 خبر داد که در نتیجه سنجش ویدیوی بددهانی نسبت به دختران رهگذر که روز 27 اپریل در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، دو جوان ساکن محله اسپیچک معایم و دستگیر گردیده هر دو را به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم کردند. در ویدیویی که یک جوان زن به پرویز تیوی فرستاد دیده میشد که دو جوان نسبت به دختران رهگذر از الفاظ خیلی قبیح استفاده میبرند و باز آنها را گناهکار میکنند که گویا خودشان با سر و لباس خود آنها را به گپرتویی تحریک دادند. مؤلفان نوار از جوانان میپرسند من چگونه شما را تحریک دادم؟ مگر تنم لج بود؟ او می نویسد که بیمار داشتم و برای عیادتش به بیمارخانه را سپرده بودند، ولی طب ناخوش آنها را این جوانان بازم ناخوشتر کردند. همه به ما نگاه داشتند، ما را شرمنده کردند. نخود ما زنها از دست چنین مردان بعقل در دولت تنج و آرام به کوچه برآمدن نتوانیم. پس این همه آبادی برای کیست؟ نوشته بود مؤلف ویدیو. میلیسیای پایتخت تاجیکستان خبر داد که در نتیجه سنجش نوار در شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده از جانب کارمندان میلیسیا، شهروندان، عالم و فرمزان عبدالرزاقویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اسپیچک و نصرالدین شاروخ رستمویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه اسپیچک 2 دستگیر شدند. خود دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی در اطلاع میلیسیا گفته می شود که آنها صحنه 27 اپریل سال جاری تقریبا ساعت 17:00 دقیقه هنگامی در کوچه اسپیچک قرار داشتند نسبت به دو دختر جوان رهگذر مناسبت دخالانه نموده با الفاظ قبیح شأن و شرف آنها را پست و ترتیبات جمعیتی را دخالانه ویران کردند. نوار مذکور در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های منفی شهروندان را به میان آورده از مقامات میلیسیا درخواست نمودند تا نسبت به جوانان دغل گفتار چاره‌های تاثیررسانی قانونی اندیشیده شود. وابسته به حالت مذکور نسبت به عالم رمضان و نصرالدین شاروخ طبق طلبات ماده 460 مایده افباشی کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده شده از جانب دادگاه ناحیه سینا نسبت هر کدام جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. میلیسیا گفت ضمن مرافعه سعودی نامبردگان جهت من بعد به قانون شکنی دست نزدن صدقاً اظهار پشیمانی نمودند. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 2 می سال 2023 ویدیوی در مرکز شهر دوشنبه از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر و به ماشین بار کردن یک مرد را که باعث واکنش‌های مختلف شده بود شرح داد. در نوار دیده میشد که مرد به کارمندان میلیسیا مقاومت نشان داده آنها را دشنام میداد و کارمندان میلیسیا نیز در پاسخ این مرد را زوراً به ماشین بار کردند. میلیسیای پایتخت تاجیکستان گفت در نتیجه سنجش معاین گردید که حادثه مذکور شب 28 اپریل سال 2023 تقریبا ساعت 21:45 دقیقه در خیابان رودکی در نزد اداره شبکه تلویزیونی سفینه رخ داده است. بنا به اطلاع نشر شده نفری که از جانب کارمندان میلیسیا دستگیر کرده شد شهروند سیف‌الله خدایداد سال تولدش 1976 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه عبدالله بیکوف بوده. قبلا برای صادر نمودن جنایت غارتگری، دزدی و افباشی در عموم 13 سال را پشت پنجره زندان سپری کرده است. خود سیف‌الله یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فریضه مقامات میلیسیا او شب 28 اپریل هنگامی در خیابان رودکی قرار داشتند در حالت مستی با الفاظ قبیح شهروندان و اطرافیان را دشنام داده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده است. همزمان به امر و طلبات قانونی کارمندان میلیسیا که میخواستند او را آرام نموده به هوشیارخانه طبی ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دسترس نمایند اطاعت نکرده با الفاظ قبیح آنها را نیز دشنام داده است. وابسته به این حالت می‌افزاید میلیسیای دوشنبه شهروند سیف‌الله خدایداد برای در حالت مستی قرار داشتن توسط ماشین پترول یا دیدبانی به هوشیارخانه طبی دسترس کرده شده بر اساس طلبات قانون تا برطرف گشتن حالت مستیش در هوشیارخانه نگه داشته شد. میلیسیای پایتخت ذکر کرده است که وابسته به مناسبت غیر قانونی نسبت به کارمندان میلیسیا نیز چاره‌های تاثیررسانی انتظامی تطبیق کرده شد، اما شرح داده نشده است که کارمندان میلیسیا را
برای رفتارشان چه جزا دادند؟ کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 2 مای سال 2023 خبر داد که شبانه روز گذشته نجات این نهاد 2 جسد غرق شده را از آب بیرون آورده به جستجوی جسد کودک 7 ساله در نوحه قبادیان ادامه میدهند. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده صبح 1 مای ساعت 9:50 به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده خبر رسید که در کوچه اکادمیکو رجبوف در نزدیکی بنای وزارت عدلیه در یک سیلپرتو جسد مرد 55 ساله نموده شده است. نجات ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رسیده جسد را بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. شخصیت جسد و سبب‌های مرگ وی از جانب مقامات معاین کرده می شود. همچنین 29 اپریل سال 2023 یک ساکن 14 ساله‌ای محله جمتپه نوحه فردوسی شهر دوشنبه از خانه بیرون شده دیگر برنگشته است. تخمین زده می شد که در آب غرق شده است. 1 مای سال 2023 ساعت 2:55 در جریان کارهای جستجویی جسد این نورس را در کول سنی به اصطلاح مخ کریر که در حدود محله جمتپه جایگیر می باشد پیدا کرده از آب بیرون آوردند و به کارمندان میلیسیا سپردند. بنا به معلومات قسم فوری نوبداری ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان شام 30 اپریل تخمینا ساعت 19:30 یک کودک 7 ساله ساکن دهه عربخانه جماعت به نام ناصر خسرو نوحه قبادیان از بی احتیاطی در کانال محلی قطع عریق غرق شده است. بعد دریافت خبر دسته نجات دهندگان ریاست کمیته در ولایت ختلان به جای حادثه سفربر شدند. بنا به گزارش رسیده تا کنون جسد را پیدا نکردند و روز 2 مای کارهای جستجویی از سر گرفته شد. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده بار دیگر از ساکنان خواسته است که فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند. بنا به آمار کمیته ولایت‌های فوق‌العاده سال 2022 در تاجیکستان دست کم 160 نفر در کل و دریاها غرق شدند. بیش از نصف آنها را کودکان از جمله 80 نفرشان را نابالغان زیر سن 17 تشکیل می‌دهند. شب 1 مای سال 2023 تخمین ساعت 9:00 راننده افت-ماشین بارکش تمغه دولان ظهورف بیروز سال تولدش 1989 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت نوحه درواز در حدود جماعت دهات محمود و نوحه شاهین از عهده اداره کردن واسطه نقلیات نبرآمده به طرف چپ روی اتومبیلگرد رفته به کوه برخورده است. در نتیجه مسافر داخل افت-ماشین بارکش تمغه دولان قربانوف بختیار سال تولدش 1983 ساکن نوحه رودکی در جای حادثه به هلاکت رسیده و مسافر دیگر افت-ماشین مذکور حمیدوف الهام سال تولدش 1980 ساکن نوحه رودکی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تحقیقاتی ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 45 ساله ساکن نوحه تیمور ملک با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نام برده 2 فوریه سال 2019 با روی فریب به باوری مرد 34 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 2 عدد خانه‌های استقامتی را به مبلغ $108,400 امریکایی نقد گذاری کرده گرفته آنها را به دیگر نفر فروخته $50,000 امریکایی را برگردانیده باقی مانده مبلغ‌ها را تا حال برنگردانیده است. در نتیجه به جبر دیده به مبلغ $58,400 امریکایی ضرر مخصوصاً کلان مادی رسانیده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه دنغره عریضه مرد 43 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که 29 اپریل سال 2023 تخمینا ساعت 22:00 شخصان نامعلوم با روی پنهانی از داخل عاقلخانه‌اش یک سر چاروای میده شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 2000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 44 ساله ساکن همین نوحه که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است صادر نموده است. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر بختر با عریضه زن 55 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که
18 اپریل سال 2023 تخمین ساعت 12:30 شخصان نامعلوم با روی پنهانی در بازار فراوان از داخل جزدانش یک عدد تلفن موبیلی را که ارزشش 2500 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا معاین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 46 ساله ساکن همین شهر که پیش با ماده 244 کد جنایی جمهوری تاجیکستان 2 مرتبه سود شده است صادر نموده است. آید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.